سلام بر مهد اولیا، والد سلطان فرح جان پهلوی. چی شده رضا؟ بازم پول میخوای؟ آفرین، خوشم میاد درجا دوزاریت میفته. بیا این کلید انباری رو بگیر. بابات هرچی از ایران دزدیده اونجاست. برو یکم بردار. به 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 به، ماشالله هرچی خرج میکنین تموم نمیشه. این چیه؟ طلاست؟ چرا خاک گرفته؟ بذار تمیزش کنم. یا خدا، تو دیگه چی هستی؟ من قول چراغ جادو بیدم. یه آرزو بکن. واقعا؟ هر آرزویی؟ بله، هر آرزویی که داشته بیدی. آرزوی منه که دیگه الان همه میدونن. آخونده رو بنداز بیرون، من شاه بشم. ببین، نباشد. یه آرزو دیگه بکن. خب آخونده رو فعلا بنداز بیرون، شاهی رو یه کاریش میکنم. ببین، خب همین قسمتش نباشد. ای بابا، خب حداقل ملکه یاسمین رو از خونه مربیوگا بردار بیار خونه خودمون. اوه، این کله قناری رو چرا آوردی؟ من یاسی رو فقط میخواستم. این چکش خودش آمده، کار من نبیده. شرمنده، حق اشتراک شما 3 تا بیده که تمام و شده. من ورقم. یاسی، من اشتراکم تموم شد، بیا تو به مالش ببین میاد.